تو میکنم در فرانسه شده بود. استاد داخل صنفخانه می شود، همه شاگردان نشستند، اسپیرانت ها، یعنی که دانشجویانی که علاقه سن سالشان رسیده است، همه صاحب فرزند هستند. میگوید شاگردانم امروز با شما بازی میگذرونم. همه حیران میشوند. بعد میگوید خواهشمند کسی باشد مرحمت به نزد تخته صنف براید، به نزد دوستکن. خانم دست میبردارد، میگوید اجازت برو، میبراید به او برو میدهد. میگوید در همون تخته دوستکه نام 20 نفر آدمانی که بر تو نزدیک هستند بنویسشان. مینویسد همسایه، هم صنف، خویش و تبار، شوهر، فرزند، 20 نفر رو مینویسد. بعد استاد میگوید که از این 3 نفرش رو خط زن، آنهایی که در زندگی برای تو نه اونقدر مهم است. خانم خط میزند 3 نفر رو. باز میگوید که 4 نفر دیگرش رو خط زن. همین طریق 4 نفر دیگر رو خط میزند. تمام صنف رو خاموشی میگیرد، همه خط. همین طریق 4 نام میماند: پدر، مادر، شوهرش و فرزندش. همه شاگردان خب دیگر جدی شدند که احساس کردند که این بازی چیزی هست. میگه 2 نفر دیگر رو خط زن. زن دستش نمی رود. شاگرد باز میگوید 2 نفر دیگر رو خط زن. دیگر علاج نیست، چشمانش سرخ می شود، دلش پر می شود. پدر و مادر رو خط می زند. ماند شوهر و پسرش. همه خاموش بودند. با استاد نگاه میکرد. استاد گفت دخترم 1 نفر دیگر رو خط زن. زن به گریه شروع کرد. دیگر خود را داشته نتوانست، گریه کرد. با استاد گفت پاک کن 1 نفر دیگر را. با چشم گریان آب دیده نام فرزندش را پاک کرد. 1 شوهر ماند. گفت گذشتیم. نشست گریه میکرد. اما صنف خاموش بود که چی گپ است. پرسید که پدر و مادری که تو را با چی زحمت کلان کرده است، تو آنها را خط زدی. فرزند که جگربند است تو را خط زدی. پس میشنویم تو را. خستاب و دیدهش را پاک کرد و گفت با امر تقدیر، گفت روز پدر و مادر میروند. امر تقدیر روز پدر و مادر میروند و فرزند هم تحصیل زن میگیرد. یگان جای دیگر با هر بهانه خانه گرفته از من جدا می شود، لیکن یگانه شخصی که در پهلویم از دائما زندگیش را با من تقسیم میکند این شوهرم است. میگوید همه بعد احساس میکنند. دوستان گمان میکنم نقطه بس است.